کلیپی داریم اینجا خدمت شما عزیزان پخش میکنیم در مورد همین آقای قزوینی خودمون، چوپان دروغگو. یک دروغ دیگری میگه. حالا این در برنامه امامان وهابی شیعه ما مفصل در مورد این مسائل صحبت خواهیم کرد. همین کلیپ رو با هم ببینیم که این دروغش هم مثل دروغی است که به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بسته. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر اینکه تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. اگر کسی میخواست وارد آیین وهابیت بشه باید چند تا شهادت به زبان می آورد تا او را به عنوان یک مسلمان قبول میکردند. اول شهادت بر وحدانیت خدا، دوم شهادت بر رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هرچی این مادر مرده میگفت بابا من مسلمانم، نماز میخوانم، زکات میدهم، حج میروم، برمیگشت به او میگفت تو نماز و حج انجام میدهی در حال شرک، خبر از شرک خود نداری، خبر از کفر نداری. تازه امروز که میخوای وارد آیین وهابیت میشی تازه میشی نو مسلمان، تازه مسلمان. آیا با گفتن شهادتین او را رها میکردن؟ خیر، باید شهادت سوم به زبان جاری میکرد که من شهادت میدهم پدرم و مادرم که توفیق ورود به آیین وهابیت نداشتن و به حال کفر از دنیا رفتن برای اونا طلب مغفرت نکنم. چشم، شهادت میدهم پدرم و مادرم توفیق وهابی شدن نداشتن و کافر و مشرک مردم برای اونا طلب مغفرت نکنم. آقا من مسلمان شدم؟ نه، باید شهادت بدهید تمام علمای اسلام که قبل از ظهور وهابیت از دنیا رفتند کافر مردند و حق طلب مغفرت برای اونها نداری. بله، این دقیقاً شبیه اون دروغی است که در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه گفته. ما قبل از اینکه به این مسائل پاسخ بدیم، گرچه نیازی به پاسخ نداره، هر انسان عاقلی که کمی با علم و تکنولوژی آشنا باشه وارد گوگل میتونه بشه، در مورد عقاید محمد ابن عبدالوهاب کتاباش موجود هست، فتاواش هست، رد شبهاتش هست، رسائل شخصیش هست، کتاب توحیدش هست. میتونه این کتاب ها رو، بعضی از این کتاب ها ترجمه هم شده، در همین سایت عقیده خودمون هست. میتونه که حقیقت رو بره در اونجا. تشکر احمد جان، سایت عقیده رو زیرنویس کردن آدرسش رو. میتونید وارد این سایت بشید، در بخش جستجو محمد ابن عبدالوهاب بنویسید، همه کتاباشو براتون میاره با ترجمه فارسی و در بخش عربیش کتابای عربیش هم هست. همه این حرفایی که میزنه دروغه و ما بهش میگیم که آقای قزوینی 13 گروه علمی شبکه ضلالت، 200 تا کارشناسی که در این شبکه هستید، مرد هستید، غیرت دارید، شهامت دارید. همین مطالبی رو که قزوینی گفته که محمد ابن عبدالوهاب گفته که همه مسلمان ها کافر هستن، شهادت ثالثه باید به زبان بیاره، شهادت بده که پدر و مادرش کافر بودن و برای اونا طلب مغفرت نکنه و تمام علمای اسلام قبل از وهابیت رو کافر میدونسته. اینا رو از کتب محمد ابن عبدالوهاب برای ما بیارید، ثابت بکنید که واقعا محمد ابن عبدالوهاب این حرفا رو زده. اینا دروغ‌هایی است که بخواد. ببینید اصلا دشمنی اینها، من بارها ذکر کردم که هر کس که بیشترین خدمت را از صحابه به اسلام کرده بیشترین دشمنی نصیبش شده از طرف دشمنان اسلام، خاصتا شیعه. اگر با عمر دشمنن رضی الله تعالی عنه به خاطر اینکه اسلام رو قوی کرد، اسلام رو به ایران رساند، اسلام رو به روم رساند، اسلام رو از جزیره العرب به اقصا نقاط دنیا رساند. اگر با ابوبکر دشمنن به خاطر اینکه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فتنه ها رو خاموش کرد و تونست که اسلام رو حفظ بکنه به یاری الله سبحانه و تعالی و امراهی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و دیگر اصحاب پیامبر.
با خالد ابن ولید خیلی دشمنن. میدونید چرا؟ چون که خالد ابن ولید برق شمشیرش بود که شمال عربستان، مناطق شام و عراق و ایران و این قسمت ها رو به سرزمین اسلامی ملحق کرد و خالد ابن ولید بود که افتخار آفرید برای مسلمان ها در اون زمان. با ابو هریره دشمنن، در حالی که ابو هریره بیشترین روایت ها رو در بیان فضایل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. به خاطر چی باهاش دشمنن؟ که علم حدیث رو نقل کرده برای مسلمان ها. همچنین دشمنی اینها هر کی رو که شیعه هدف قرار داد، به قول یکی از علما میگه که اگر میخواهید که خوب و بد رو بشناسید و اگر میخواهید که راه درست و راه نادرست رو تشخیص بدید، ببینید که تیرهای دشمنان به کدوم طرف شلیک میشه. به هر طرفی که دشمنان اسلام تیر شلیک میکنن و هدف قرار میدن، همون راه رو انتخاب بکنید، چون اون راه درست است و اون شخص صالح هست. به خاطر همین بیشترین دشمنی را از طرف اهل بدعت و دشمنان اسلام داره. محمد ابن عبدالوهاب بدعت ها و خرافاتی رو که بود در جزیره العرب ریشه کن کرد و اون اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کرام به خاطرش جان دادن، خون دادن و زحمات و مشکلات رو متحمل شدن، مردم رو دعوت میکرد که برگردید به اسلام. نه دین جدید آورده، نه مذهب جدید آورده. و ما اگر امروز این یقین رو داشته باشید که همه آثار محمد ابن عبدالوهاب رو در همه دنیا جمع کنیم و نابود بکنیم، به شکلی که هیچ اثری از محمد ابن عبدالوهاب، نه از کتبش، نه از آثارش، نه در اینترنت، نه در کتاب‌های چاپ شده، نه در کتابخانه وجود نداشته باشه، اسلام همون اسلام است. اسلام تغییر نکرده. محمد ابن عبدالوهاب چیز جدیدی نگفته. اگر چیز جدید گفته، از پیش خودش گفته، ما میزنیم به دیوار، میگیم آقا اشتباه کردی. چون هر چی که محمد ابن عبدالوهاب گفته در قرآن ما هست، هر چی که محمد ابن عبدالوهاب گفته در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس محمد ابن عبدالوهاب چیز جدیدی برای ما نیاورده. اینها که دیدن بازارشون داره کساد میشه، اون خرافاتی‌ها و قبر پرستایی که دکان باز کرده بودن به نام قبر و به نام زیارت و بارگاه و به نام توسل و به نام هزارها خرافات دیگری که بهش اعتقاد داشتن، وقتی دیدن که پایه‌های درآمدشون، دکان‌هاشون در خطر هست، اومدن بر علیه محمد ابن عبدالوهاب توطئه کردن، تهمت‌ها بهش زدن. نمونهش هم همین آخوند زندیق قزوینی است که این حرفایی که میزنه گفتیم دروغی است که داره نشخوار میکنه. قبلا اساتیدش گفتن، دشمنان سابق محمد ابن عبدالوهاب گفتن و الان هم ایشون داره این کار رو تکرار میکنه و همه این حرفایی که میزنه هیچ دلیلی براش از کتب محمد ابن عبدالوهاب نداره. اینها فقط از چی میترسن؟ که مردم برن کتاب توحید رو بخونن و آگاه بشن که چطور این آخوندها طی این سالها اینها رو فریب دادن. من داستانی رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از کارمندهای یکی از ادارات خیلی مهم در نظام ایران، ایشون کتاب توحید رو خونده بود. من باش صحبتی داشتم، گفتم که نظر در مورد این کتاب چیه؟ گفت من بعد از اینکه این کتاب رو خوندم فهمیدم که چرا اینقدر وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب و اینقدر علیه ایشون دارن تبلیغ میکنن در ایران، به خاطر اینکه کسی این کتاب رو نخونه. گفتم خب اینقدر تبلیغ کردن، شما چرا این کتاب رو خوندید؟ گفت من والا تبلیغات اینها رو شنیدم، گفتم بیام ببینم که واقعا اینا این حرفایی که میزنن راسته یا نه. و بعد از اینکه دیدم کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب به فارسی ترجمه شده، این کتاب رو به دست آوردم و خوندم و الحمدلله الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت کرده بود، در حالی که در مکان خیلی حساس و مهمی در نظام کار میکنه و تا هنوزم هست، اما الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت کرده بود برای توحید و یکتاپرستی. کافی است هر انسان حقجوی شیعه یک بار این کتاب توحید رو از اول تا آخرش بخونه و هر جایی هم که مخالف قرآن و سنت پیامبر بود روش اکس بکشید، نخونید و بهش عملم نکنید. حالا برمیگردیم به که آیا واقعا این مسائلی که ایشون ذکر میکنه تا چند اندازه صحت داره. میریم به کتاب الرسائل الشخصیه، از نامه‌های شخصی
محمد ابن عبدالوهاب که به اطراف و اکناف فرستاده در وقتی که در درعیه و بعد از اون در جزیره العرب دعوت ایشون گسترده شده بود. در اینجا در صفحه 11 همین کتاب میگه ولا اکفر احدا من المسلمین بذنب ولا اخرجه من دائره الاسلام. من هیچ یک از مسلمان ها را به خاطر گناهی که انجام دادن از اسلام خارج نمی کنم و تکفیرش هم نمی کنم. بعد در قسمت دیگر از نامه‌ای که میفرسته به یکی از بزرگان در اینجا میگه که و بر شما پنهان نیست که به من رسیده که سلیمان ابن سحیم که شخصی است در پیامی که فرستاده و تهمت‌هایی به ایشون زده و بعضی از مردم اون رو به اصطلاح تصدیق کردن عرفاشو و در ادامه در صفحه بعدی میگه که این شخص به ایشون تهمت زده و میگه چیزایی رو گفته که لم اقولها ولم یأتی اکثرها علی بالی، چیزایی رو به من تهمت زده که من نگفتم و حتی اصلا به فکر منم خطور نکرده. و جمله میگه سخنش که اینی مبتل کتب المذاهب الاربع، این که من گفتم کتب مذاهب اربع باطل هستن. این از جمله افتراحات دروغایی است که به ایشون نسبت داده شده. و این که گفته باشم و اینی اقول ان الناس من 600 سنه لیسوا علی شیء، این گفته باشم در 600 سال گذشته مردم اصلا به اصطلاح دین نداشتن، بی دین بودن. و اینی ادعی الاجتهاد، و این که من ادعای اجتهاد بکنم، و اینی خارج عن التقلید، و این که من از تقلید خارج باشم. یعنی ایشون یک انسان مقلد بود، مقلد مذهب حنبلی بوده. و اینی اقول ان اختلاف علما نقمه، و این که گفته باشم اختلاف علما مصیبت است. و اینی اکفر من توسل بالصالحین، و این که من کسی که متوسل بشه به انسان‌های صالح اونها رو تکفیر میکنم. این تهمت‌هایی بوده که به ایشون زده. و همچنین این اکفر بویسری لقولی یا اکرم الخلق، و این که شخص به نام ویسری رو من تکفیر کرده باشم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشه یا اکرم الخلق. و اینی اقول لو اقدر علی حدم قبه رسول الله صلی الله علیه و سلم لحدمت، و این گفته باشم که اگر دستم برسه گنبد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خراب میکنم. میگن از جمله تهمت‌هایی است که به من زدم. و در مورد کعبه اگر که به دستم برسه اون میزابش رو عوض میکنم. و گفته باشم که اینی احرم زیارت قبر نبی صلی الله علیه و سلم، و اینکه من زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تحریم کرده باشم. و اینی انکر زیارت قبر الوالدین و غیره، و اینکه زیارت قبر والدین و دیگر مرده ها رو ناجایز بدونم. اینا تهمت است که به من زده. و اینی اکفر من حلف به غیر، و من کسی که به غیر الله قسم بخوره رو کافر بدونم. اینا همه تهمته. و اینکه کافر بدونم ابن فارض و ابن عربی و دیگران را. و در آخر این پیام میگه که جواب عن هذه المسائل، جواب من به همه این مسائلی که ذکر شده، ان اقول سبحانك هذا بهتان عظیم، پاک هستی پروردگارا، اینا همه بهتان های بزرگی است که به من میزنن. این در صفحه 12 این کتاب رسائل شخصی شیخ محمد ابن عبدالوهاب این مطلب ذکر شده. در صفحه 25 همین کتاب دوباره در جواب نامه دیگری میگه که در مورد تکفیر میگه و اما ما ذکر الاعداء عنی انی اکفر بالظن، و اینکه دشمنان من میگن که من به ظن و گمان کسی رو کافر میدونم، و بالموالاتی، یا که با موالات، یعنی اینطوری تهمت میزدن که هر کس که با محمد ابن عبدالوهاب موالات داشته باشه ایشون این شخص رو مؤمن میدونه، و هر کس که با ایشون موالات نداشته باشه اون شخص رو کافر میدونه. و شیخ میاد در اینجا این مطلب رو کلا انکار میکنه. او اکفر الجاهل الذی لم تقم علیه حجه، و اینکه یک انسان جاهل رو که حجت بر او قائم نشده باشه رو کافر بدونم. در جواب همه اینا میگم که فهذا بهتان عظیم، این بهتان عظیم است. یریدون به تنفیر الناس عن دین الله و رسوله، منظور کسایی که این بهتان ها رو بر من میزنن این است که مردم را از دین الله و رسولش دور بکنن. در صفحه 25 رسائل شخصیه این مطلب اومده در اینجا. و در صفحه 37 در جواب نامه دیگری در اینجا باز میگه که تهمت و بهتان میزنن به من، پخش میکنن به ما لا یستحی العاقل ان یحکیه فضلا ان یفریه. یعنی یک انسان عاقل شرمش میاد که این رو
پخش بکنه، چه برسه به این که کسی این افترا رو بزنه و این رو حکایت بکنه یک انسان عاقل. و این چی که و منها ما ذکرتم انی اکفر جمیع الناس الا من اتبعنی، و جمله این تهمت ها این است که میگن که من کافر میدانم همه مردم غیر از کسایی که پیرو من باشن، و ازعم ان انکحتهم غیر صحیحه، و به من تهمت میزنن که من گفته باشم که نکاح آنها صحیح نیست. و یا عجبا کیف یدخل هذا فی عقل عاقل، چطور، من تعجب میکنم چطور یک انسان عاقل این چیزا رو قبول میکنه و در عقلش راه میده. هل یقول هذا مسلم او کافر او عارف او مجنون، آیا امکان داره که یک انسان مسلمان یا یک کافر یا انسان عارف یا یک انسان دیوانه این حرف رو بزنه؟ و همچنین و کذالک قولم این یقول لو اقدر اهدم قبة النبی صلی الله علیه و سلم، یا اینکه گفته باشن که من قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو قبهشو یا اون گنبدشو خراب بکنم. در مورد دلال الخیرات تهمت‌هایی بهشون زدن که ایشون میسوزانده این کتاب رو چیز می‌کرده. میگه که من نصیحتم به برادرانم این بود که لا یسیر فی قلبی اجل من کتاب الله، میگه من کل هدفم این بود که دلایل الخیرات جای کتاب الله رو نگیره و اون مکانت و منزلت رو در قلب مسلمان نداشته باشه و فکر نکنه که اگر دلایل الخیرات بخونه دیگه نیاز نیست که قرآن بخونه. و اما احراقی و نهی عن الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم به ای لفظ کان فهذا من البهتان، اما اینکه من دلایل خیرات رو بسوزانم یا که نهی بکنم از درود فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگم که این بهتان است. اینم در صفحه 37 این مطلب رو در کتاب رسائل شخصی محمد ابن عبدالوهاب ذکر کرده. در صفحه 60 همچنین در صفحه 60 همین کتاب میگه که همچنین که گفتن که الذی ما یدخل تحت طاعتی کافر، و این که من ادعا کرده باشم که کسی که از من اطاعت نکنه کافر است، در جوابش میگم که و نقول سبحانك هذا بهتان عظیم، پاک هستی پروردگارا این بهتان بزرگی است. این بعضی از مطالبی بود که من برای ضیق وقت از رسائل شخصیه ایشون ذکر کردم خدمت شما بزرگواران. در کتاب فتاوا و المسائل شیخ محمد ابن عبدالوهاب در صفحه 9 در مورد شهادت ثالثه و این مسائلی که ذکر کردن میگه که ولا نقاتل الا ما اجمع علیه العلماء كلهم و هو شهادتن، من با هیچ کس نمی جنگم مگر کسانی که مخالف شهادتین باشن، یعنی کافر باشن. این مطلبی است که در صفحه 9 در این کتاب ذکر شده. و در صفحه 11 همین کتاب میگه که و اما الکذب والبهتان فمثل قولهم، اما دروغ و بهتانی که به من زدن حرفشون هست که این نکفر بالعموم، که ما همه رو کافر میدانیم، و نوجب الهجرة الینا من قدر علی اظهار دینی، و این که مردم باید به طرف ما هجرت بکنن، یعنی کسانی که از در شهرهای دیگه زندگی میکنن. و ان نکفر من لم یکفر، و ما کافر میدانیم کسانی که مثلا پدر و مادرش رو یا ائمه رو یا امامان اهل سنت رو کافر ندانه. و من لم یقاتل، و کسی که به همراه ما در جنگ شرکت نمیکنه. و مثل هذا و اضعاف اینها و تعداد زیادی از دروغ ها و بهتان های دیگری که به ما نسبت میدن. فکل هذا من الکذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دین الله و رسوله، همه اینا از دروغ ها و بهتان هایی است که مردم رو از دین الله و رسولش میخوان منحرف بکنن. و در اینجا حرف جالبی میزنه و اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبدالقادر، میگه اگر ما میگه کافر نمیدانیم کسی رو که بتی رو عبادت میکنه که بر قبر عبدالقادر است، عبدالقادر جیلانی، و الصنم الذي على قبر احمد البدوی، و بتی که بر قبر احمد بدوی است، اینها رو میگه ما کافر نمیدونیم و امثال اینها رو، لاجل جهلهم و عدم ما ينبههم، به خاطر اینکه اینها جاهلن که این کارو میکنن، از جهل دارن این کارو میکنن و کسی نیست که اینها رو به اصطلاح بیدار بکنه و اینها رو حقیقت رو به اینها نشون بده. فکیف نکفر من لم یشرک بالله، چگونه ما تکفیر میکنیم کسی رو که شرک به الله نیاره، اذ لم یهاجر الینا، و به دلیل اینکه به سوی ما هجرت نکرده، ولم یکفر و یقاتل، و کسی که تکفیری نباشه و در کنار ما جنگ نکنه. سبحانك هذا بهتان عظیم، پاک از پروردگار و این بهتانی است و بزرگ.
و در ادامه میگه بل نکفر تلک الانواع الاربع لاجل کسانی که به اصطلاح اونایی که با الله رسولش دشمنی دارن ما اونها رو تکفیر میکنیم که مسئله طولانی است در این کتاب اومده و آنچه که در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سبب تکفیر یک مسلمان میشه به همون مسائل استناد میکنه. این صفحاتی بود از کتب محمد ابن عبدالوهاب که در همون زمانش همین دروغ‌ها رو بهتان‌ها و تهمت‌ها رو بهش زده بودن و هنوزم قزوینی و امثال قزوینی اینها رو نشخوار میکنن. این بود یکی از دروغ‌های دیگر آیت الله دکتر حسینی قزوینی، شیخ مفید زمان. اگر در علم رجال هم 2 باشه یکیش ایشون است.